گاهی ذهنت بهت دروغ میگه و تبدیل میشه به بزرگترین دشمنت. ببین این منم، میخوام کسب و کارم رو شروع بکنم. بعد ذهنم شروع میکنه به صحبت کردن، بهم میگه مناسب تو نیست، ممکنه ضرر کنی، ممکنه که شکست بخوری و یه عالم از این فکرای دیگه. یا مثلا میخوام ورزش کردن رو شروع بکنم، بهم میگه هوا سرد شده، صبح زود باید بیدار بشی، ممکنه مریض بشی، سخته و از اینجور حرفا. یا مثلا میخوام مطالعه کردن رو شروع بکنم، میگه این همه کتاب خوندی چی شد؟ اونایی که این همه کتاب خوندن به کجا رسیدن؟ و یه سری از این مخالفت‌های این مدلی. حالا اگه ذهنت مقاومت کرد، باید این سه تا کار رو انجام بدی. اول باید اینو بدونی که اقدام نکردن پشیمونی بیشتری از اقدام کردن و شکست خوردن داره. توی سال 1995 یه تحقیقاتی انجام دادن و متوجه شدن که در دراز مدت وقتی اقدام نمی‌کنیم پشیمونیمون خیلی بیشتر از اقدام کردن و حتی شکست خوردنه. دومی، وقتی مخالفت کرد مشاهده‌گر باش، یعنی هیچ واکنشی نشون نده. وقتی داره میگه ضرر میکنی، خسته میشی، شکست میخوری، مناسب تو نیست، هیچ واکنشی نشون نده. به این کار میگن جداسازی افکار. یعنی مثلا مثل این که تلویزیون داره یه آگهی رو پخش میکنه و من اصلا این افکار رو از خودم جدا میکنم، یعنی اصلا اون هیچ ربطی به من نداره و بعد دوباره اقدامم رو انجام میدم. و سومیش، افکار ذهنت رو به چالش بکش. یعنی وقتی که فکری رو تولید کرد، اول اونو بنویس، بعد بررسی کن، ببین واسط مفیده یا باعث ضررت میشه. اگه واسط مفید بود که خب طبیعتا به حرف ذهنت گوش بکن، اما اگر به ضررت بود حتما اون کارا رو انجام بده. این کارا رو انجام بدی، مقاومت ذهنت به شدت پایین میاد و میتونی خیلی سریع اقدام بکنی. تمام.